همه داروخونه ها رو گشتم، یه شیرخوش به من ندادن که بچه تو افغانی ما به افغانی شیرخوش نمیدیم. من به خدا خیلی خرمی طفل معصومم رحم نکردم. اسم خودتونو گذاشتم مسلمان نیستم، به بچه من شیرخوش دادم. مامورای شخصی آمد گرفت بسیار زد. میگه شما چی هستید؟ جاسوس؟ هر چی داشت میگه ما جاسوس نیستیم. نه میگه شما جاسوس هستید. ما فامیلی بودیم، ما ریلا کرد دیگه اندیواله ما ریلا نکرد، کلان بندی بود اونجا. صاحب کارم زنگ زد ما خانم ما بفرست، در دست گرمی، در دست تشنگی، در دست بوی خما در اردوگاه مردم خواه. با پس گشته خانم ما فرستاد، با روز بعد که آمد بخست. اردوگاه زایدان هموطنان ما زایمان میکرد. رفتم جمع شدم پیش رئیسشان، گفتم که این خانم میموره، خدا شاید همراه نداد. خانم اونجا تیپل بدینی ها آورد ولی تیپلش از دریا رفت. حالا به یک مشکلات بود روزگار بدن که امبولانس آمد بعد از 2 ساعت 3 ساعت چیکار کنم امبولانس تیپل از دریا رفت، بدن ما دست خونج کردم. خودم که ولایت قندوز بود هموطن ما بود، نمیفهم از کدام ولایت بود، ولی چیکار خدا بفرست. اگر یه مسلمانی که جمهوری نکن از کلا انگلیس شرابش خوبه، امی یهود نصره کمی شراب داره و نکنه ایران. ملت های عزیز ما چی گناهی داشت که در اسرائیل در کجا بود، ایران در کجاست؟ 120 هموطنان ما شما را شهید کرد، زد زیر کلاه زندانش بود، در اسکاتا بسته کرد، پس فرستاد زنده بس در چیز بالا کرده، در دار کشیدن. با یک تهمتی، با یک ناکی ما شما چیکار داریم با اسرائیل؟ ماما جان میگن تلفن‌ها را چک میکنن، همین عکس بله زنگ زده راست، میگم تلفن در دست ما زنگ زده راست، یک گوشی ما میگیره دستبند میزنه، میگه تو جاسوس هستی، یک از فیسبوک یک چیرا عکس گرفتی و عکس میگه تو از کجا آمدی، یک در گوشی در امریکا فرستاد، در اسرائیل فرستاد، دیگه سوال نمیکنه. میگه افسرای ایران، از کلانهای ایران، از کشوری که ما مسلمان خطابش میکنیم، همسایه خطابش میکنیم، برادر خطابش میکنیم، همچین ظلمی را باقی مردم افغانستان نکنه. بعد جوری اذیت میکنن. خیلی جوان ها را دیدم سر روش مایده کردن، چشمایشان بیرون کشیدن، اذیتشان کردن. به خاطر چقدر؟ به خاطر 1 میلیون تومان. فوش میده، خوار مادر گفتم فوش میده، به خاطر که ما افغان هستیم. به خاطر چی فوش میده؟ خوابگاه که بیای فوش میده، پلیس زیافه میگیره که نداشته باشید. من خودم در چشم سر خود دیدم خواهرای ما شما را لدکوب میکنه، طفلا را فوش میده. 2000-3000 نفر در کام خواست، نفری 600-700 تومان یکی میگیره، نفری 1 میلیون تومان یکی میگیره. کی بگوی نداره، میگه پیدا افغانی نداره، فوش میده. کی بگوی نداره، فوش میده، میگه نداره پیدا کو، کی نداره میگه میبرم تو را در جای خواب میتم، مادری تا فلان کنم، خواهری تا فلان کنم، فوش میده. باید ما شما 3 شب خانه شد. 3 شب اومد خانه و شوهرتان را گرفت. شوهرم گرفت. من تنها بچه‌م نداشتم، تنها همین شوهرم بود. گفتم شوهرم رها کن، من گفتم تا فردا یا صبح وقتی، گفتم ما خود ما میریم. گفت نه، گفت باید شما آشغالا باید برین از وطن ما. دیگه هر کس از خود یک مجبوریت داره دیگه میره اونجا. خوش به رضا خوش کس نمیره از وطن خود. یک قسم بود که ما را اخراج کرد. ما صبح دیگه خیسیم وسایلم رن خانه ما دم چیز نموند. خود ساعت 3 شب تو اتاق خوابتان بیه چی آدم خودتان فرض کنید چه قسم آدم یک تاثیر میگذاره دیگه، یک رقم دیگه است دیگه. کاش که وطن خود ما جور میشد. یک قسم بعد دیر ما نمیکشید کار می‌کنه. چه سختی‌ها و بدبختی‌ها را دیدیم. هر چی دادونشون بیه میگه گوشی‌ها رو نمیده، کمپا گوشی‌ها رو نمیده، میگه تا که پول نباشه میگه گوشی‌ها رو نمیده کمپا. این نفرات 10 روزم خوب است، 15 روزم خوب است. خروج مرز داره، از کرمان راه میافته، میاد مثلا آزاد خودشون میاد، میاد خروج مرز باشه، میاد اردوگاه زایده، اردوگاه زایده چیکار میکنه؟ اردوگاه پول کرمان میگیره، پول اجاره میگیره. این بدبختی یه وقت مثلا قانون این رقم میشه، قانون از وطن خود نره بختا خیلی سخت است. هیچ کدامش تاثیر نمیکنن. در اتاق خوابتون باشین، بیاید سرتون 3 تا نمره بیاید بالای سرتون باشه، آدم در اتاق خوابش باشه چه قسم هم میکنه او خود آدم خودش میفهمه. ولی خیلی سخت است به خدا، خیلی تاثیرگذار، خیلی سخت است. خداوند در هیچ کسی روزه نشان نده. اینا از یهودم بدتره، اینا از کافرم بدتره.
این تو رفتار میکنن که اصلا برق شو که برقی میتن خویی خو قتل نکرد بگو در بزن بگو برای پاسپورت هم داشت اصلا پاسپورت اصلا هیچ چیز اصلا چی نداره اهمیت نمیده 40 میلیون ما قرض کردیم الان داری چی